بعضی جوان‌های هستند که موی سر، قاش یا میجه‌هاشون سفید است. اگر کراسکه سیاه کنند جایز است. میشود که سیاه نادرست است. از سیاه کردن پیامبر منع کردن. لیکن بین سرخ و بین سیاه که او را بسیارتر کشتن میگن، انامو کشتن ویش بسیار به همین هم سیاهی و هم خینه و به همین بسیار میل داره، یک بگیم مانندی داره. برای این شما همون کشتن ویش اگر بگیرین، مویهای سرتانای، میجاتانای، قاشاتانای اگر به شرطی که رنگ کنین انشاءالله یگان زیان نداره. لیکن از رنگ سیاه کردن یعنی هیچ وقت مویهاتان ریشاتان سیاه نکنین که پیامبر گرامی از سیاه کردن منع کردن.